الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یکی از فرایض مهم در دین که از پایه‌های دین و ارکان مهم دین هست، عبادت مالی، بزرگترین عبادت مالی هست، زکات هست. و الله تعالی همانطوری که نماز را رکن قرار داده و فرض گردانیده است بر همه بندگان، بر همه زن و مرد که توانگر باشند، الله تعالی زکات را هم فرض گردانیده. و این 5 ارکان دینند که یک اقرار به توحید و شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله است، و دومی نماز، سومی زکات. نماز و زکات با هم ردیفند. و شهادت، کلمه شهادت که شهادت به وحدانیت الله تعالی و به رسالت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم داده می شود، همه این یک ردیف قرار داد. همانطور که شهادت فرضه، نماز فرضه، زکات فرضه، روزه هم هست و حج بیت الله الحرام. این 5 ارکان مهم در دین و از فرایض اساسیه و برای ساختن جامعه و ساختن انسانها و تزکیه انسان فوق العاده تاثیر گذارند و مهمند. همانطور که الله تعالی نماز را عبادت بدن انجام میگیره و در مقابل خدا رکوع سجده می کند و 5 وقت نماز را الله فرض گردانیده، به همان صورت الله تعالی زکات را فرض قرار داده است. و زکات، بله، زکات خیلی حیاتیه و بسیار مهمه و الله این عبادت خیلی میپسنده و بسیار الله دوست دارد. و زکات معنی آن است که انسانی که الله او را توانگر قرار داده و مال دارد و اینها از اموالشون یک قسمتی را میدهند که به هر حال به عنوان زکات در اموال تجاری بیشتر 1/40 از اموال تجاری را همه قیمت میزنند و از 40 میلیون تومان 1 میلیون تومان در راه الله، 40 میلیارد 1 میلیارد در راه الله تعالی. بعد این زکات در محصولات زراعی فرق میکنه. محصولات زراعی همه 1/20 هست. اینهایی که با پمپ و چاه و غیره آب میخورند، اگر آب رودخانه باشه، چشمه و قنات باشه، این آب 1/10 از محصولات در راه الله تعالی داده می شود و دستور است که پرداخت بشه فقرا و مساکین. و طلا و جواهرات هم هست همینطور که به هر حال از 20 مسقال طلا، نیم مسقال در راه الله داده میشه. و این زکات مایه پاکی ماله
و از شکر نعمت مال ادا میشه و زکات مایه تزکیه خود انسانه که انسان الله تعالی به وسیله زکات پاک میگردنه و گناهایش پاک میشن و از حرص و از طمع از محبت مفرطانه مال، محبت سخت مال مناسب نیست، مضره. مال باید دوست داشته باشه انسان مالا، ولی این دوستی نباید از دوستی خدا بیشتر باشه، از دوستی آخرت بیشتر باشه، از سعادت خود انسان مال دوستتر باشه، از وجود خود انسان مالش دوستتر باشه. مال نگهداری کنه، داشته باشه، مال تکثیر کنه، ولی مال اگر توی دلش محبت مال زیاد پیدا بشه این دست به کار خلاف میزنه. بسیاری که سرقت میکنن و رشوه میخورن، بسیاری که رهزنی میکنن و بسیاری هستند که آدم میکشن به خاطر مال، بیت المال تاراج میکنن، اموال مردم تصاحب میکنن. نتیجه محبت مفرطانه مال و نتیجه حرص و نتیجه یعنی که این مال خیلی دوست داره. مال نباید از الله تعالی دوستتر باشه، مال نباید از سعادت خود انسان و از آخرتش از خدا دوستتر باشه و لحاظا زکات تعدیل ایجاد میکنه در محبت مال، نه اینکه محبت مال از بین میبره. این در حکمت خدا هم نیست که محبت مال از دل بره. محبت باشه تا مال حفاظت کنه، تا مال نگهداری بکنه، ولی گرفتار حرص نشه، حریص نباشه، تشنه مال، گرسنه مال نباشه و ما محبت مال شدید نباشه. ان الانسان لحب و انه لحب الخیر لشدید. الله می فرماید انسان به محبت مال خیلی شدیده و کسانی که زکات مال نمیدهند، کسانی که از مال خرج نمی کنند، نشان آنه که این محبت مال در دل انسان شدیده. خصوصا در شرایطی که ما الان در کشورمون داریم و این مشکلات اقتصادی در کشور موجوده، بیکاری موجوده و تورم گرانی بیداد میکنه و کمر شکنه و جامعه را خیلی فشار آورده. بعض مردمان که خیلی مشکل دارند، لہذا این انفاق و خرج کردن در چنان زمانه و در چنان حالات مزید تاکید هست، بیشتر به این تاکید شده که به هر حال انسان خرج کنند. خانواده زندانیان خود زندانیان هستند، یتیم ها، کسانی که پدر را از دست دادند، کسانی که بی سرپرستند، خانواده هایی که سرپرست را از دست دادند، شوهر از دست رفته، زنان بی سرپرست شدند و همه این هم موارد حیاتی و مهمن. توی روستاها فقر خیلی بیداد میکنه، خیلی مشکل در روستاها موجوده و مردم ندارن برای نان. الان در جامعه بسیاری هستند که توی روستاها و شهر، حتی حاشیه شهرها که بیشتر فقرا زندگی میکنن. به هر حال مشکل موجوده در رابطه با نان، مشکل موجوده، گوشت پیدا نمیکنن و مشکلاتی که جامعه گرفتار هست. در این شرایط کسی که الله تعالی به او داده است اینها تنها نخوره، این پول ذخیره نکند، تنها پسنداز نکند، از همه مالی که الله به او داده مصرف خود و بچه های خود بگردانه و چیز این مال در راه پروردگار خرج کنه، بدهد. خیلی الله تعالی دوست داره
آنانی را که در راه الله میدهند، برای خدا میدهند، برای رضامندی الله. این بزرگترین، یکی از بزرگترین عبادات خدا همین است که انسان در راه پروردگار خرج بکنه. مخصوصا بر کسانی که بعض سوال میکنند و چیزی گیر میآورند ولی بعض نمیتوانند سوال بکنند و برای اونا سوال کردن سخته. گرسنگی را تحمل میکنند، تنگ دستی را تحمل میکنند، فقر را تحمل میکنند، ولی سراغ آنهای رفتن که نمیتوانند سوال بکنند با خیلی اجر بزرگی است. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و در اموال بندگان را الله ستوده است و تعریف کرده که در اموالشون حق است، هم برای فقراء سائلین که سوال میکنند و به دروازه میآیند، به خیابان میآیند، و کسانی که اونها سوال نمی کنند، از سوال ابا دارند و شرمشون میاد که سوال بکنند، به اونها رسیدگی کردن نزد الله اجر عظیمه، اجر بزرگه. پیدا کردن اونها که همیشه بزرگان دین در طول تاریخ دنبال بودن که اونهایی را پیدا بکنن که نمیتونن سوال بکنن، به اونها رسیدگی بکنن. و لحظه امروز در هر زمانه شرایط جامعه ما، شرایط همه دنیا مشکل داره، ولی اندازه که ملت ایران و مردم ایران مشکل دارند، شاید کمتر در دنیا شما الان پیدا بکنید که مردم مشکل دار باشن. گذشته نداشتن، کم داشتن، ولی علی مشکلات با توجه به شرایط، با توجه به حالات حاضر، امروز مشکلات چند برابر شده برای مردم. و لحظه این مردم دریابند، مردم به اینا رسیدگی بکنند و تنها نخوریم و تنها استفاده نکنیم، بلکه به حال دیگران. و توصیه می شود هم به زنان، به خانم ها که در خانه شون رخت و فاش نکنند، غذای اضافی درست نکنند، به اندازه نیاز غذا درست بکنند، کمتر درست بکنند از گذشته. اگر گوشتی نیاز به حد ضرورت، نصف اون گوشتی که گذشته درست کردن کمتر درست کنند، پسنداز کنند برای کسانی که ندارند، به کسانی برسانند که ندارند، اونها را کمک کنند. و این اسرافی که متاسفانه در گذشته برای توی ایران بوده و مردم اسراف داشتن، زیاده روی میکردن در خرج، لحاظا این اسراف الان در این شرایط سخت نقصان داره و پیش الله تعالی مؤاخذه داره. و لحاظا برای فکر نیازمندان، فکر فقرا، فکر مساکین، فکر کسانی که ندارند، در فکر اونها باشیم. کرایه خانه را نمیتوانم پرداخت بکنم، پول و هزینه بیمارستان نمیتوانم بدن، نسخه پزشک را نمیتوانم خریداری بکنم، پول آزمایششون را بدن. و لحاظا جامعه مشکل داره و فکر این مشکلات باشیم و این حیاتی و مهمه. بسیاری از مشکلات را الله به همین دادن حل میکنه. وقتی ما میدیم خدا میدهد، وقتی مردم بدن الله میدهند. ما سخاوت کنیم تا الله تعالی که سخیان و صفتشون جواده و دادن هست، آنچه که نیاز مردم میدهد، الله نیازهای برآورده بکنه و برکات و رحمت و خیر را الله تعالی بر ما بیفزاید. ما بدین بده تا الله تعالی به شما بدهد. و لحاظا این خیلی مسئله مهمه. شما اصلا اگر قرآن بخونید حیران میشی که قرآن در رابطه با خرج کردن چه اندازه تاکید داره و چه اندازه توصیه میکنه.
و وقتی که الله از صدقه صحبت میکنه میفرماید که یکی 700 برابر الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله والذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. الله میفرماید کسی که در راه الله میدهد مثل یک دانه که او را شما بکارید و از یک دانه 700 دانه بگیرید. یک دانه به 700 دانه منجر بشه و این صدقه است که یکی به 700 نماز روزه همه ثواب دارن، ولی این ثوابی که الله برای صدقه بیان میکنه برای نماز به این صراحت بیان نکرده است. و روی این توجه داشته باشی که خیلی خیلی مهمه، خیلی حیاتیه، مایه عفو گناهان شما میشه، مایه رضامندی الله میشه. الله دست دهنده را دوست داره، الله خرج کننده را در راه خودش دوست داره و لہذا توجه باشه. آقا الان آب اینجا تقسیم نکنید، مردم دارن از سرما میلرزن، آب تقسیم نکنید اینجا دمه دار هر کسی آبی بگیره ماشاءالله. بله شما اگر سخای دارید در روزهای گرم و وقتی هوا گرم شد آب بدید انشاءالله خدا شما را خیر بده. درودی ختم بفرمایید. و این اولی توصیه همینی که انشاءالله شما خرج کنید در راه پروردگار و دستتون انشاءالله دست دهنده باشه و این مسئله خیلی توجه قرار بگیرید. بسیاری هستن که الله به اونها ثروت داده ولی از ثروتشون هیچ کسی استفاده نمیکنه و اینها نزد الله بندگان پسندیده، بندگان خوبی نیست. این مسئله اخلاقیه و از بزرگترین مسائل اخلاقی و اخلاقیات همینی که ما در فکر مستمندان باشیم، در فکر فقرا باشیم، در فکر پرداخت زکات باشیم و این فرض رکن از باب اخلاقیات. بعض اخلاقاً که رکن دینن، بعض عبادتهای بدنی که رکن دینن و بالاخره بعض عبادتهای مالی و بدنی مثل حج هم مال خرج میشه و هم جان خرج میشه در حج و همه اینها در حکمتن و حکمت از دین جستجو کنید، حکمت در قرآن جستجو کنید، در تعلیم زیبای رحمت للعالمین که از خدا گرفته همه چیز را، صاحب معجزان و پرستاده خدا، رسول خدا، جلوه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زانو بزنید و ببینید که چه درسی به بشریت داده، چه تعلیم بی نظیر به انسانیت داده است، چه درس ایمان و توحید و چه درس عمل کرد زیبا و چه درس اخلاق زیبا، رفتار زیبا، منش زیبا. و در سیره مصطفی صلی الله علیه وسلم و در کتاب خدا سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم شما را بهترین درس میرسه و دین بهترین نعمت هست، به شرطی که دین همان است که قرآن میگه، دین همانه که سنت میگه، نه من در آوردی که هر کسی بالاخره به عنوان دیندار بیاید چیزهایی را بگه و بر دین چیزی را اضافه بکنه. هیچ کسی از ما حق نداره که ما به دین خدا چیزی اضافه بکنیم. اگر ما چیزی بر دین اضافه بکنیم مردود میشیم و اون اضافه ما هم مردود میشه. دین اتباع از عقل نیست با عقل، دین با وحی، اتباع پرستاده خدا
و رسول خداست. هرچه که رسول خدا بگد او دینه، هرچه که قرآن بگه دینه، هرچه که سنت آن حضرت بگه دینه. هیچ کسی حق نداره، هیچ مرجعی، هیچ عالم و مفتیه در هیچ گروه و فرقه این اجازه را شارع نداده، شریعت نداده و خدا که از جانب خود چیزی اضافه بکنه. بله اجتهاد است توی مسائل و او اجتهاد بر اساس اصول، نه بر اساس خواهشات نفس باشه و تمنای نفس باشه و گمان باشه و تخمین باشه. اصول داره که آنجا اجتهاد میکنه. هیچ کسی را خدا توی دنیا اجازه نداده و اختیار نداده و هیچ کسی از جانب خدا اختیار نداده که از جانب خدا بگه و حرفش حرف خدا باشه و فتواش و دستورش فرمان الله باشه. این خدا در هیچ عصر و زمانه نداده است جز رسول خدا که صاحب وحیه و پیامبر خداست و نماینده و فرستاده خدا است. بعدی ها را هیچ کسی را الله اجازه نداده. خلفای راشدین بودند، جانشینان آن حضرت صلی الله علیه وسلم و فرزندان آن حضرت، آل بیت آن حضرت. از دیدگاه ما اینها هیچ چیزی از جانب خود یک کلمه هم نگفتند، از جانب خود یک حرف را هم نگفتند، بلکه همان چیزی که قرآن گفتن، قرآن تبلیغ کردن، احکامی که از قرآن صادر شده، قرآن بیان کرده، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرده است، همون بیان کرد و تابعداری کردن، اتباع رسول. اینه که قرآن اینه بار بار تکرار میکنه و اتباع قرآن، اتباع الله تعالی، تابعداری از الله و فرمان برداری همینه که کتاب الله و از سنت و سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع بکنیم. و اهل بیت دین تبلیغ کردن، صحابه دین رسوندن و تبلیغ کردن. علما تا قیامت این وظیفه را دارن که دین برسانن، ولی در دین هیچ کسی حق اضافی را نداره. دین همانی که الله نازل کرده است و الله من شما را توفیق عمل عنایت کند. و توی هفته گذشته به هر حال یک سری اتفاقات پیش آمده و در این اتفاقات یکی به هر حال همین جریاناتی بوده که بین کشورهای همجوار رخ داده است و موشک‌های از کشورها بعض تبادله شده به خاک یکدیگر و به هر حال به خاک همسایگان، همسایه ها بر یکدیگر این موشک‌ها را انداختند و تبادله بوده با آتش و به هر حال این چیزی است که به مناسب نظر نمیرسه که کشورهایی که با هم روابط دوستانه داشتن، رابطه کشور ما و پاکستان یک روابط خیلی دیرینه و روابط حسنه، دو تا ملت هم با هم ارتباط دارن و منافع دارن، منافع مشترک، دولت ها هم منافع مشترک دارن با هم و لحظه تحفظ از این منافع مشترک و همسایگی و حق همسایگی خیلی حیاتی و مهمه که طرفین مراعات کنه، هر دو طرف مراعات کنه. روابط ما با کشورهای دیگه همه حسنه بوده، با هیچ کشور رابطه بد نبوده و مردم ایران همه جا منافع دارن، دولت ها با منافع دارن و ما و همه طرف ها را توصیه بنده به همه طرف ها، کشورهای همجوار، کشورهای همسایه و به طور کلی کشورهایی که با هم زندگی میکنن
و کنار هم زندگی میکنم. توصیه ما به تعامل هست، توصیه ما به همکاری هست، توصیه ما آنه که اگر مشکلات هست این مشکلات از طریق گفتگو حل بشه. این مشکلات ها از طریق سیاسی و از طریق دیپلماتیک حل بکنن و تبادله آتش و بالاخره توی مرزهای یک دیگر چیزی است که نه به نفع هیچ ملتی هست و نه به نفع هیچ حکومت و دولتی هست. و لحاظا توصیه معنی که خودداری بکنم، مخصوصا توی این تبادله آتشی که بوده، از هر دو طرف بچه ها کشته شدن، بیشتر زنان کشته شدن و واقعا دردآور هست که تلفات زنان، تلفات بچه ها. الان ما میبینیم که توی غزه چقدر بچه ها دارن تلف میشن، چقدر زنان تلف میشن و همه جنگ ها معمولا هر جا بیشتری تلفات ها زن و بچه ها میدهند و ما امیدواریم که این هم دولت پاکستان هم دولت خودمان و به هر حال همه همسایگان با گفتگو و با تعامل و با دیپلماسی سعی بکنن که مشکلاتشون را حل بکنن. مشکلاتی هست و یک توصیه دیگری اینه به همه دولت هست، مخصوصا هم به دولت پاکستان هم به مسئولان خودمون اینه که همین ناراضگی های اگر در میان مردم خودشون هست و بالاخره بعضی ناراضگی دارن در درون نشستن و حرف میزنن، بعضی تندن و نمیتونن تحمل میکنن، فرار میکنن توی ملکای همجوار. ممکنه از مردم پاکستان کسانی این طرف بیاین و ناراضگی داشته باشد و از مردم ایران اون طرف برن. ما توصیه من به هم به دولت مسئولان پاکستان هم مسئولان خودمون اینه که این ناراضگی حرفهای اینا را گوش کنن، نگذارن که اینها به دامن دیگران میافتن و بالاخره دشمن هست که سوء استفاده میکنه از این نوع ناراضگی ها، از این نوع افرادی که میرن خارج از مرزها و همه ناراضگی ها نه تنها در این ناحیه کشور بلکه این ناراضگی هایی که در خارج از کشور ایرانی هایی که تو اروپا، در غرب، در همه جای دنیا هوشمندی اینه که با همه اینها بشینند و گفتگو کنند، ببینند اینها چه پیشنهاد دارند، پیشنهاد و حرفهایشان منطقیه، عاقلانه، درسته. بالاخره ما اصلاحات به وجود بیاریم، تحولات به وجود بیاوریم و رضایت مردم خودمون را همه بگیرن. کشور پاکستان هم توصیه ما همینه که به بلوچستان بیشتر رسیدگی بکنه و حرفهای میگن مردم از این که بالاخره کمی به این زیاد رسیدگی نکرده حکومتهای گذشته، از لحاظ آبادانی، از لحاظ عمران، از لحاظ به کارگیری مردم بلوچستان توجه کنن، حرف مردم را گوش کنن. این با کمترین هزینه و بهترین صورت که هم خداپسندانه و هم هر عاقل میپذیری اینا، بالاخره مشکلاتشون با گفتگو حل اگر نشه کمتر میشه، مخالفان کمتر میشن. و همچنان به مسئولان همیشه ما توصیه من همینی که حرف مردم را بشنوند، حرف مردم را گوش بکنند. هر کسانی که اعتراض دارن، کسانی که ناراضی هستند، شکایت دارن، بالاخره حرفشون گوش بشه و این بهترین علاجه که میتونه امنیت بهتر تضمین بکنه و انسجام بیشتر تحکیم بکنه. و نکته دیگری که یک نکته همین بود و در رابطه با آموزش و
پرورش هم عرایضی داشتم خدمت شما که آموزش پرورش در سطح کشور به نظر ما با بحران مواجهه و توجه جدی میخواهد که به آموزش پرورش که پایه است و اساس توسعه، اساس پیشرفت یک ملت و همه ملت ها به این پایه و اساس توجه دارند و از اولویت خاص برخورداره به این توجه بکنند. معلمان که الان شکایت دارند، معلمان مشکلشون حل کنند، چون اگر معلم روحیه داشته نباشه، معلم گرسنه باشه و کفایت نکنه درآمدش، معلم با چه روحیه درس میده؟ باید معلم روحیه داشته باشه تا با روحیه بالا تدریس کنه و همچنان مدارس و معلمین وضعیتشون در استان ما هم کل کشور مشکل داره، ولی در استان ما در گذشته مشکل داشته، حال که اصلا بحرانه در استان ما. بسیاری جا مدارس نیست، مدرسه نیست و بسیاری جا امکان برای گذشته هم که اونهایی که ترک تحصیل کردن، بازماندگان از تحصیلن، از مدارس آموزش و پرورشن، برای اینها برنامه ضعیف بود. الان که اینا رها شده و خیلی وضعیت بحرانیه. بهترین سیاست همینه که در آموزش و پرورش از مردم منطقه به کار بگیرن و معلمه های استخدام کنن که مال خود منطقه، دانشگاهیان استخدام کنن. خیلی دانشگاهی الان بیکارن، کار ندارن دانشگاهیان، دانشسراهای را و تربیت معلمه به هر فعال بکنن و تربیت کنن معلم. و الان که متاسفانه این برنامه ها خیلی سست شده و معلم بومی تربیت بکنن که ماندگارن و دلسوزیشون بیشتری و لحظه روی آموزش پرورش توجه خاص میخواهد و مشکلات متاسفانه وسیع و ترک تحصیل و بازماندگان از تحصیلن و بسیاری جا الان بخش از سال تحصیلی گذشته و معلم به صورت کافی نیست و مدارس گزارش میرسه که مدارس آموزش پرورش بسیاری جا مشکل داره و الله تعالی مشکلات، همه مشکلات و نارسایی ها مخصوصا اونی که توی دانشگاه ها موجوده و اونی که توی مدارس آموزش پرورش موجوده، این مشکلات غیر قابل تحمل و ضایعات بزرگان. به اینها توجه حاصل بشه و این مشکلات مورد توجه قرار بده. امیدواریم که الله تعالی توفیق عنایت کنه. یک مسئله را خواستم خدمت شما عرض کنم که به هر حال شما امروز به صورت غیر منتظرانه، انتظاری نبود، ما را الله تعالی به مسجد آورد و شما میبینید که مسجد کارش زیاد نمونده، ولی برای همین کارا هزینه برن و هزینه ها سنگینه و ما عاجزیم، حقیقتا بدهکاریم، مسجد بدهکاره و شما توی حوزه آمدید، حوزه هم بدهکاره و این تورم و این گرانی و چند برابر شدن قیمت های کارگری و قیمت های اجناس مورد نیاز خیلی فشار آورده است و لحظه مسجد با فضل الله تعالی و دعای شما، همکاری مردم و الحمدلله تا اینجا کارش آمده و بسیاری که میآیند توی منطقه میآیند مسجد بازدید میکنم، شایسته هست که مسجد شما و همه بسیاری میگه چرا مسجد زودتر نمیسازید، چرا مسجد مسجد ما
با دست خالی که نمیشه مسجد زودتر ساخت و توجه شما را میخواهم. حالا ما جایی که اجناس از فروشگاه ها کارگاه ها وارد میکنیم بدهکاری پیگیره که پول ما را زودتر بدید، الان وام نمیداد و به مسجد انشاءالله یه توجه خاصی بکنید. هم به حوزه ما حوزه میدونی بزرگترین مرکز علمی هست، طالب از داخل هست، طالب از بیرون از کشور هست و یک مرکزی است که الحمدلله به فضل الله تعالی و اخلاص حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه و دعاهای حضرت علامه مولانا که بنیانگذار این خیره و اساتیدی که اینجا کار میکنن مخلصانه، الحمدلله مدرسه هم پیشرفت کرده به فضل الله تعالی و نیاز هست که الان یک سری فشارهای بر حوزه هم هست و به هر حال ما تفصیلش را خدمت شما نمیگیم، ولی فشارهای اقتصادی هست. بعضی درآمدها بوده که با جلوشون گرفته شده است و به هر حال در رابطه با سوخت و خیلی چیزهای دیگر، حتی نان هم با مشکل ایجاد شده. خود مدرسه نانوایی داره که غذا میپزه، نان میپزه و مشکلات و چالشی مواجه هست و لحاظا نیاز هست که مردم دلسوز، مردم عزیز حوزه و مسجد را مورد توجه قرار بده. نه ما تنها این خواسته را از مردم زاهدان داریم، بلکه درخواستمون از مردم استان، درخواستمون از مردم کشور، همه مردم و از همه مردم، نه تنها از اهل سنت بلکه از همه عزیزان. به هر حال درخواست است که مدرسه را در یابان و هم مسجد را مورد توجه قرار بدهید. ماشاءالله. بله، به هر حال انشاءالله ما امیدواریم که هم دعا کنید، هم دعا حمایت کنید و هم با دوا و انشاءالله فکر دوا و فکر علاج و توجه مالی را بیشتر کنید به حوزه. همه کسانی که کار خیر دارن، تعلیم دارن، مدارس دینی را مورد توجه خاص قرار بدید و اینجا فعلا یک سری مشکلات متوجه شده که حالا ما یک وقت تفصیل بیشتری به خدمت شما عرض میکنیم. انشاءالله امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره. عاقبت همه ما را الله تعالی به خیر بگردانه. باران میگن در حال باریدن است و مشورتی بود که ما روز جمعه صلات استسقای نماز باران اعلام بکنه تو افطار الله، ولی حالا با توجه به این که رحمت الله تعالی پیشگیری کرد و جلوتر آمد، ما زیاد آمادگی نداشتم، گفتم که به ما که احتمال باران هست و شما مسجد فکری بکنی. بعضی دوستان باور نشد زیاد و الان مسجد هم اینجا زیاد آمادگی نداره و شما تشریف دارید، چون تصمیم همین ساعت گرفته شد و لحاظا فعلا به همین دعا همینجا اکتفا میشه. شما دعا کنید و در خانه هایتون نماز بخونید و دعا کنید که الله تعالی رحمتش را بر ما، بر همه مردم ایران، بر همه جهانیان، بر همه کشورهای همسایه جهان الله تعالی رحمتش را نازل کنه، باران رحمت. دیشب من یکی را پرسیدم از تبع کشور افغانستان بود، پرسیدم که اونجا باران، گفته که هیچ باران تا حالا نیامده و جاهای دیگه هم توی نیامده و بعضی جا خیلی باران آمده و به هر حال چند جمعه گذشته هم شکایتی شد و گزارشی
که با ابراهام یه تا مرزهای ما و داخل نمی آید، مثل که از جای دیگه اجازه نمی رسه. حالا بعضی میگه که بعضی انسان ها که کار میکنن دشمنان ما، ولی دشمن اصلی ما عمل کرد مایه و عمل کرد ما نمیگذاری که نبیه، خدا نمیگذاری. الحمدلله باران عبور کردی از مرز شما و انشاءالله داخل آمده شمال کشور ماشاءالله برپای خوبی میباره و ما امیدواریم که شمال و جنوب و کل کشور و همه کشورهای اطراف الله تعالی رحمتش را به سبب عمل کرده ما بند نکنه و عمل کرده ما مانع رحمت الهی نشه و رحمتش را بر همه ما مستدام بداره و رحمتش را بر همه ما